واکنش وزارت خارجه ایران مبنی بر مخالفت رئیس جمهور آمریکا با طرح ارائه شده از سوی تهران. اسماعیل بقایی در نشست خبری میگوید تهران بر تامین منافع ملی خود تمرکز دارد و این موضوع زیاده خواهی نیست. اسماعیل بقایی تاکید میکند کشورش نشان داده که در پیگیری حقوق خود جدی است و با حسن نیت در روندهای دیپلماتیک شرکت میکند. بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر با انتقاد از رویکرد آمریکا میگوید که واشنگتن همچنان بر خواسته های نامعقول پافشاری میکند. متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است همچنان بر دیدگاه های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنند. این در حال است که رسانه‌های ایرانی گزارش دادند پاسخ تهران به متن پیشنهادی آمریکا روز گذشته به پاکستان سپرده شده است. رئیس جمهور آمریکا هم از دریافت پاسخ ایران خبر داده و آن را غیر قابل قبول عنوان کرده است.